خب بندش فریب میکنی، بندش خبر نمییابه. لیکن او ذاتی که این بنده را آفرید او خبرداره. میگه خداوند در شب تاریک در روی سنگ سیاه، مورچه سیاه وقتی قدم میزنه صدای قدمهاش میشنوه. در یک اویلت 2 تا 3 تا نفر کور است، نابینا است. یک مادر مشقت کشیده، عذاب کشیده، اونها را خورانده ایستاده است. بار دیگر میگم نرخ این قرآن ها در مکه از 35 تا 45 ریال است. در دیگر جایها همین چیزها را ارزان گرفتن ممکن است. خرما هم همین چونین. ولی نرخ اینها را ما 300 سومونی گذاشته هستیم. برای چی؟ در مکه کعبه معجزه است. اولین خانه‌ای که برای عبادت ساخته شد. آب زمزم معجزه است. سنگی که از جنت نازل شد معجزه است. مقام ابراهیم معجزه است. قلب‌ها خود از خود آرام گرفته و از چشمان اشک جاری شدن، این معجزه است. و می‌خواهید در این مکان مقدس، در این مکان معجزه خیر معجزوی کنید. هر نفری که می‌خواهد در خانه خدا قرآن یا اینکه خرما خیر کند، به رقم‌های واتساپ ما مراجعت کنید. ما خیر شما را برده میرسانیم و نوار گرفته به هر یک کدام شما روان میکنیم. دانسته باشید که در هر یک دانه خرما 100,000 ثواب است. در هر یک حرف قرآن تلاوت کردن 100,000 ثواب است. پیش از پیش ماه رمضان است. بیاین سرجمانه چقدر که میتونیم خیرات میکنیم تا اجر و پاداش در نامه همه ما و شما رفتن بگیرد. هر یک شخصیت میتواند از نام پدر و مادر، از نام زن و فرزند، از نام دوست و برادرانش کتاب خیر کند یا اینکه خرما خیر کند. پیامبر درود بر او و آلش میفرماید که خود را از آتش جهنم نجات دهید به نصف خرما هم که باشد. دیده می شود که خیر کوچک هم نزد الله بزرگ است. این خیرات ما گناهان ما را چنان میخورد مثل که آتش هیزم را میخورد. خب بیا شما تماشا بکنید، ما خرما را تقسیم میکنیم و قرآن ها را برده در داخل حرم میگذاریم. سلام علیکم. بزرگترین خیرات این در مکه هست که در هر یک برادرای عزیز، ما در سامانه اینستاگرامی خود، در استوریس های خود هر روز کم کم معلومات میتیم درباره قرآن ها و خرماهایی که در مکه خیر میکنیم. ما گفته بودیم در استوریس های خود که نرخ یک قرآن از 35 ریال تا 45 ریال ما میخریم از همین داخل مکه. شاید در دیگر جایها همین چیزها ارزان باشند، لیکن در مگزین ها همین نرخ ها هست. ما خودمون همینجا با همین نرخ میخریم، تقریبا 100 سومونی تاجیکی میشود. خرما هم همین چونین. ولی نرخ اینها رو ما 300 سومونی گذاشته هستیم. برای چی؟ برادرای عزیز، در تاجیکستان اویله هایی هست که به یک درهم ما و شما نیاز دارد. به یک برده نان ما و شما نیاز دارد. امروز ها در من صدها نفر می نویسند، مراجعت میکنند که امید جان در شرایط وزنی قرار داریم. پیش و پیش رمضان است. اونها روزه میگیرند. با چی میگیرند که کمی قوت کنند؟ با چی روزه خود را میکشایند؟ خودمون در خانه آش و گوشت و دیگر چیزها میخوریم. یک بار فکر اینها هم باید کرد. ما در اینجا گفتگی هستیم که 300 سومون حق بچه ها، نفرایی که خطی ما میرن نوار میگیرن یا رفته باید میگه این قدر کار قین نیست، این مشکل نیست. یک قدم را از گرفته برده گذاشتن، هم ماده ثواب میشود هم شما ده. ما حق همین بچه ها را هم نمیتیم. یک سومون با یگم توش نمیتیم. برای آنکه در تاجیکستان نیازمندا خیلی زیاد هستند و سوق سلامت ما به تاجیکستان رسیدیم. انا همون ماندگی مبلغی که اثر انا همین قرآن ها میموند، ما چندین اویله ها را در اینجا در اسپیسکای خود گرفتگی هستیم که پیش از همین عید رمضان خوراکه برده و با آنها خیر کنیم. تصور بکنین که چقدر خیر بزرگ می شود هم در مکه قرآن گذاشتن شما که در اینجا در هر یک حرفی 100,000 ثواب و در تاجیکستان اویله هایی که با یک برده نان نیاز دارد یک نفر ما سیر میکنیم. تصور کنین چقدر ثواب است. ثواب ثمره انا همون انسانی را که در تاجیکستان خیر میکنید مثل ثواب ثمره انا همین قرآن هایی که ما در مکه میگذاریم. انا همین خیلی هست. وقتی که انسان ببینید که شرایط نداشته باشد نمیتواند به حج بیاید، درست؟ باید که شرایط مهیا کند.
ببین که برادرش اگر به زن باشد باید برادرش زن بده، همسایش گرسنه باشد باید همسایش سیر کنه، بعد حق حج آمدن نداره. یعنی ثواب او زیادتر بوده است از عمره‌ای که ما و شما میکنیم. به همین سبب دوستان عزیز، هر کسی که قرآن میگیرد، ما با نرخ 300 سومون کرده استیم و همینا هم قرآن خریده از نامتون میمونیم، نوار گرفته روانتون میکنیم، هم انا همون موندگی مبلغ ما چندین اویله ها را در تاجیکستان صاحب یک برده نان میکنیم. و آن نفرانی که قرآن ها را با نرخ 300 سومون یا 350 سومون تا 400 سومون هم میفروشند و مبلغش در کیسهشون میزنند، الله از بالا نگاه داره. خرمه‌هایی که خیر میکنن همش نرخش تا 40-45 ریال ای. شاید از این ارزانش هم بیاون همون بچه‌ها. لیکن اونها مبلغ اگر به منفعت خودشون استفاده برند، وای بر حالشون. وای بر حالشون. امروزها صدها عائله به من مراجعت میکنند که برایشون یک زبور بکشویم و یک برده نان بشوشونه. من همین زبور کشیدن نمیخوام بحث کنیم. چرا؟ مردم بیچاره خود کمبغل ای، در مهاجرت کار میکند، عذاب میکشد، مشقت میکشد، او ایروی دلسوزی همون مبلغ یافتگیش هم میپرتاید یک کمبغل دیگر. خود به همون چیز نیاز دارد، لیکن نیازی برادرش برآورده میکنه. من میخوام همین چیز نشوه. بیاین، من میدونم که برای قرآن گذاشتن برای آدما اگر 1000 سوم بگین نمیگن، چون که میخوان اجر ثواب و پاداش بلند بگیرن. بار دیگر میگم نرخ این قرآن ها در مکه از 35 تا 45 ریال است. در دیگر جایها همین چیزها را ارزان گرفتن ممکن است. اگر باز بسیار بگیری در 35-30 ریال هم میگیری. همچنان نرخ انا همین خرماها، اینها هم از 35 تا 45 ریال است. وقتی که زیاد گرفتی برای شما 40-35 ریال هم میتید. من خودم 40 ریالی میگیرم انا همین کارابکای خرما را. انا این قرآن ها را من 35 ریال میگیرم از همین مکه. اگر شاید آفتاب ایگام جا بگیری ارزانتر هم بگیری. خواهش میکنم ظلم نکنی به مردم. اون نفرایی که در اینجا خیر کردستین، باور بکنین منفعت برای خودشون هسته. باقی مانده همه مبلغ هیچ کس نمیدونه که کجا میروه. خب بندش فریب میکنی، بندش خبر نمییابه. لیکن او ذاتی که این بنده را آفرید او خبرداره. میگه خداوند در شب تاریک در روی سنگ سیاه، مورچه سیاه وقتی قدم میزنه صدای قدم هاش میشنوه. این کاریت را نمیبینه. بس کنین، خواهش میکنم. بسیار عائله ها هست امروز در تاجیکستان بسیار شرایط وضعی قرار دارد. بسیار محتاج هستند. من از حال آنها با خبرم که هر روز برای من می نویسند. من با چشمم رفته از نزدیک دیده ایستادم. در یک عائله 5 تا معیوب است. در یک عائله 2 تا 3 تا نفر کور است، نابینا است. یک مادر مشقت کشیده، عذاب کشیده آنها را خورانده ایستاده است. لیکن در خانه حرم، در خانه خدا همین ظلم ها میکنند. من باز هم میگم که نرخ قرآن ها ارزان است. اگر شما نخواهید خیر کردن در دیگه جا، میتونید که به دیگر رو مراجعت کنین. همین نرخ قرآن ها را به ارزانی میتونین شما بگیرین بگذارین. لیکن ما میخواهیم که شما هم نیز هم در ثواب این خوش شوین، هم در ثوابی که از این در بزرگ در تاجیکستان عائله ها به یک برده نان و به یک درهم ما و شما نیاز.